طرفداران حکومت در شهر حلبی سوریه به کوچه ها ریختند تا آزادی شهر از دست شورشیان را تجلیل کنند. شب گذشته بعضی از کوچه های حلب پر از هیاهو و شادی بود. من امروز آنقدر خرسندم که در بیانش عاجزی میکشم. ما باید امروز را در سوریه روز عید اعلان کنیم. ما مردم حلب هستیم، به زندگی پیشین خود برمیگردیم. امیدوارم آن مردم سوریه که از کشور گریختند به خانه هایشان برمیگردند. آخرین گروه شورشیان شهر ویرانه ҳалаб را ترک کردند و تمام شهر به دست نیروهای حکومتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذشت. فرماندهان کشور رسما از آزادی شهر خبر دادند. به شرافت جانثاری شهیدان و نیروهای دلیرمان، فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح اعلام می‌کند که بعد آزادی حلب از تروریسم و تروریستان و بیرون بردن آنهایی که در شهر مانده بودند، امنیت و ثبات به حلب برگشت. گروه خرده از شورشیان در یک ناحیه پناه برده بودند و بر طبق سازش دو طرفه شب 22 دکبر با اتوبوس‌ها از این شهر بیرون رفتند. تلویزیون‌های دولتی سوریه نمایش دادند که چگونه اتوبوس‌ها 150 شورشی و اهلی خانواده‌های آنها را از حلب بیرون میبرند. از سوی دیگر اتوبوس‌ها مردم دو روستایی را بیرون آوردند که در شهر ایدلیب در محاصره شورشیان مانده بودند. در این دو روستا در الفوا و کفرای شیعه مذهبان و طرفداران حکومت بشار اسد زندگی می‌کردند. آزاد کردن حلب از دست شورشیان در جنگ 5 ساله داخلی در سوریه یک پیروزی عظیم برای رئیس جمهور بشار اسد به حساب می‌رود. در این جنگ صدها هزار نفر کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر بی‌خانه و درماندند.